شاهنشاهی اشکانی که در ادبیات غرب با نام امپراتوری پارتها نیز شناخته می شود، از 247 پیش از میلاد تا 224 پس از میلاد قدرت سیاسی و فرهنگی مهم و ایرانی بود که در ایران باستان متمرکز بود و 471 سال بر بخش بزرگی از غرب آسیا و آسیای میانه حکومت می کرد. پایه‌گذاران دودمان اشکانی قبایل پرنی، قبایل سکای تبار از اتحادیه داهان بودند که بعد از مهاجرت از جنوب روسیه در جنوب شرقی دریای کاسپین ساکن شده بودند. این شاهنشاهی در قرن سوم پیش از میلاد توسط ارشک رهبر قبایل ایرانی پرنی گروهی از داهان پس از فتح پارس در شمال شرقی ایران تأسیس گردید. وی سپس با متحد کردن پارتیان و دیگر اقوام ایرانی علیه سلوکیان قیام کرد و با تثبیت اقتدار بنیان سلسله خود را از تبار هخامنشیان برشمارد. مهرداد یکم 138 الی 171 پیش از میلاد با فتح سرزمین ماد و میان رودان قلمرو اشکانی را تا حد زیادی گسترش داد و سرانجام شاهنشاهی اشکانی در دوران مهرداد دوم به اوج گستره خود رسید. پهناوری دولت اشکانی در دوره اقتدارش از رود فرات تا هندوکش و از کوههای قفقاز تا خلیج فارس را شامل می شد. به دلیل قرار گرفتن جاده ابریشم در گستره حکومت اشکانی و قرار گرفتن در مسیر بازرگانی بین جمهوری روم، بعدها امپراتوری روم و حوزه مدیترانه و امپراتوری هان در چین، این امپراتوری با مرکزی برای بازرگانی جهانی تبدیل شد. اشکانیان در دهه‌های نخستین حکومت خود بخشی از سنت‌های ایلینیسم که پس از نبرد گوگمل رواج یافته بود را در دربار خود پذیرفتند، اما رفته رفته سنت‌های ایرانی بر همتایان هیلینی خود غلبه کردند و این دوره شاهد یک نوزایی فرهنگی ایرانی بود. شاهان اشکانی خود را شاهنشاه می‌خواندند که نشانگر ادعای آنان بر جانشینی هخامنشیان است. در واقع شاهان اشکانی به راستی شاه شاهان بودند، زیرا تعداد زیادی از شاهان منطقه فرمانروای اشکانیان را به عنوان شاهان خود به رسمیت می شناختند، در حالی که در دوره هخامنشیان فرمانروایان محلی توسط دولت مرکزی انتخاب می شدند. شاهنشاهی اشکانی تعداد زیاد پادشاهی کوچک و بزرگ را در دل خود جا داده بود که فرمانروایی بر آنان به صورت موروثی دست به دست می شد. گرچه تعداد شهربانی نیز به مانند گذشته وجود داشت، اما در مقایسه با همتایان هخامنشی خود از خودمختاری کمتر برخوردار بودند. با گسترش قلمرو شاهنشاهان اشکانی، مرکز قدرت این دولت از خاور به باختر ایران منتقل شد و سیستم کشورداری اشکانی را تیره شاهی، تیره فرمانی می نامیدند. نخستین دشمنان اشکانیان سلوکیان در غرب و سکاها در شمال بودند، اما رفته رفته و با گسترش قدرت آنان به سوی غرب این دولت وارد ستیز با پادشاهی ارمنستان و در نهایت یک رقابت طولانی با رومیان شد. جمهوری و سپس امپراتوری روم و اشکانیان بر سر مسائل متعددی از جمله انتخاب پادشاه ارمنستان و یکدیگر به رقابت می پرداختند. ایرانیان در سال 53 پیش از میلاد به طرز تحقیرآمیزی مارکوس کراسوس را در نبرد هران شکست دادند و در 39 الی 40 پیش از میلاد بخش‌های وسیعی از قلمرو آسیای رومیان را فتح کردند. اما با ضد حمله مارک انتونی این منطقه مجدداً به زیر فرمان رومیان درآمد. زد و خورد میان ایران و روم در سده‌های بعد و تا پایان دوران ساسانی ادامه پیدا کرد. هرچند سرانجام این جنگ‌های داخلی بود که زمینه‌سازی ضعف و زوال اشکانیان را فراهم ساخت که منجر به شورش اردشیر بابکان
فرمانروای استخر در پارس گردید. اردشیر در 224 میلادی اردوان پنجم را شکست داد و با ورود به تیسفون پایان دولت اشکانی را رقم زد. با وجود سقوط دولت اشکانی در ایران، دودمان اشکانیان همچنان در قالب سلسله اشکانی ارمنستان، سلسله اشکانی ایبری و دودمان اشکانی اران تا قرنها بر منطقه قفقاز حکومت می کردند.